وقتی صحبت از دکور طلا فروشیه، هیچ جزئیاتی نباید معمولی باشه، حتی سقف. پس با تخریب سقف قبلی کارو شروع کردیم. سقف قبلی مغازه حاله 60/60 با جدا کننده های طلایی بودن که خب بدم نبود، ولی برای من قابل قبول نبود. بعد از کلی جستجو و مدل دیدن یه طرح با تخیل خودم ساختم که تو اجراش با دوستم علی آقا کلی بحث و جدل داشتیم. علی فکر میکرد میتونه نظر منو عوض کنه، ولی نمیدونست من همیشه میدونم دارم چیکار میکنم. از لبه های دیوار جای نور مخفی اومدیم بیرون تا هم پودرها توش قایم شن، همین که حالت سنفش بودن مغازه کمی مربع‌تر بشه. بعد نوبت رسید به زیرسازی، یعنی نبش کشی. سقف مغازه من حدود 4 متر ارتفاع داشت و پر کردن زیر پا برای رسیدن دست به سقف چالش پردردسر دیگه‌ام بود. حدود 3-4 روز نبش کشی اصولی این کار زمان برد، ولی واقعا دست علی آقا درد نکنه. رضایت کامل منو تونست جلب کنه. سخت‌ترین قسمت کار از نظر من در آوردن خم سقف تا دیوار بود. بالاخره بعد از تمام شدن زیرسازی و پیچ کردن تایل‌های گچی که من کمک دست علی آقا بودم، نوبت رسید به بتونه کناف که با اجازهتون خودم دیگه وارد میدون شدم. برای نورپردازی گزینه‌های زیادی پیش روم بود، ولی من ترجیحم لاین نوری بود. ریز هزینه‌های اجرای کارها رو براتون پست می‌سازم. هر خط و انحنا با وسواس اجرا شد تا یه بوم سفید تمیز و بی‌نقص بسازه، چون که این فقط یه سقف نیست، پایه درخشیدن طلا هاست. حالا آماده ایم برای نصب نورای خاص با جزئیات طلایی. نتیجه یه فضای لوکس، روشن و اعتمادساز برای مشتری خاص.